دوستان حالتون چطوره؟ امیدوارم 0 تا 100 اعطا شدن رو بهتون یاد بدم با یه دونه برنامه. حتی برنامه که باش کار داریم ایشانه. یه دقیقه بخشید ایشانه. ببینید دقیقا اینه. این شاتیه. اگه این بچه ببینید این برنامه و اگه این لایکاش به 20 تا برسه، 20 دونه پارت دومش هم میدم بچه ها. باید فعلا بچه ما کار داریم با این. خب بچه ها ببینید میریم سراغ بچه اینجا 3 تا گیم مود داره. اینجا یه دونه عکس داره بچه ها که واسه عکس چون ما میخوایم ویدیو درست کنیم واسه ویدیو میزنیم. اگه باشم واسه چیزشون ببینید اینو میزنید. ببینید حالا مثلا یه برنامه مثلا مورد نظر خواست خودتون مثلا انتخاب. مثلا من اینو انتخاب میکنم. مثلا اینو مثلا انتخاب میکنم. این دقیقا پشورید مولم بچه میشوید این پایین نکتهش میکنید که به صورت یه دوسته تا نکته داره که اونم بهتون باید بگم. این مثلا بومه، یعنی چند درصد میخواد 1 در 1، 2 در 1، 3 در 1. اندازه بچه اگه مثلا فیلم میخواد این چون اندازه مختلفی داره که من همه بچه انتخاب کنم. صوته بچه اینجا ببینید یکی ضبط داره، یکی انرژیات، موسیقی. این ضبط صدا یعنی خودتون بچه چیز میشه، یعنی خودتون میره رو برن فیلم. اینم موسیقیه که هم موسیقی خودتون میره. حالا اینجا بک هست بچه، اینجا میتونید خودتون اینجا میتونید بچه موزیک بزنید. موزیک میتونید بزنید اینجا میتونید از تم خاص چیزا استفاده مثلا چقدر میخواید چیز باشه، تاریخ حالت چیز مثلا باشه. حالا اینجا زیرنویس، اینجا زیرنویس متن. اینجا بچه میتونید متن مثلا میتونید لایک بچه لایک کنید. حالا ول کنید. حالا برچسته اینید برچسته تو متنفر مثلا اینجوری بیاد اینجا، مثلا اینجوری بیاد اینجا بچه اینجا باید دیگه غلفه. فقط این 4 تا از اینجا تا اینجا بلند. خب بچه مورد هایی که بعد میخوام بهتون بدم این انرژی چیه که میتونید بچه با بالا اون پایین چیاتون خوش باید. خب بچه اینو بدهید حضور کامل حذف میشه. حالا بچه سرعت ویدیو، انیمیشن، جابجایی. حالا بچه من مثلا ببین همه صداش میره بالا، همه صداش پایین که صدا عادیش باید رو 100 باید باشه. پسیو زمینه ببین مثلا اینو میزنی مثلا همچین مثلا اینم مثلا 2 شما مثلا 0 مشی کنیم. شما میتونید از این رنگ خاص استفاده کنید که این خوش رو میدرده واسه دون. مثلا من اینطوری کنم مثلا بچه ها دوباره جا به جایی مثلا این یه حالا این جا به جایی بابا مثلا یه ویدیو مثلا دیگه داری مثلا اون اشتباه باشه اینجا باید بی اونو میزنی میگی جا به جایی مارکر مثلا چشم مثلا ببینید مثلا این قلب مثلا میتونید به اندازه خود مثلا میتونید باش کنید مثلا اینطوری جابش هم کنید. اینجا بچه دیگه هیچ این هم بچه دسته بندیش میکنه واسه تون. دسته بندی مطمئن این 3 در فیس اینم انجماد میکنه واسه تون. اینم 7 در فیس اینم انجماد. این بچه دیگه کپی میکنه. اگه توجه کنید بچه اینو هم نشون کپی کم ببین کپی میمونه اینجا استون میکنه دوباره میره. حالا ببینید اینو برمیگرده. اگه مثلا اینو بزنید این ببینید اینجا باید منتظر بمونید در حال بارگذاری. ببین اینجا چپی میشه. نه بچه چپی انگار نمیشه. من یه چیزی اشتباه گفتم ببخشید.
این رو بشدم هیچی نیست. اینجا اون به این به ذرات خیلی کوچکتر از رو تقسیم میشه. شما بچه میخواستید دالوش کنید این باید بزنید. و بچه آموزش صدا که چیزی صدا میزنم همین اصلا میزنم اینجا موسیقی میزنم. حالا اینجا انرژی که نه اینم که نه. حالا بچه هیچ کمانده کار ندارم. بچه و اگه خواستید مثلا دید و ویدیو دالوش کردید میخواد اونو بیاید دوش باید اینو باید بزنید. اینی که اینجا نمیشه صدا از فیلم. حالا اگه خواستید خودتون چیز بذارید این قدرش فرق کنه. ببینید اینا همشون چیزن توی که من دانلود کردم. موسیقی بچه موسیقی من داداشی یه لحظه میخوام اگه خوشه باید من صدای میخوام بذارم. خواستید دانلودش کنید اینو میزنید میمونید بچه این در حال ابتدا میمونید این 100 میشه. و بچه الان دانلود شد برم تو گالریم هستش. و بچه اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک ویدیو و چنل منم سابسکرایب کنید. و یادتون فقط 20 دونه برسه اون کار باش خیلی ساده است. و اونم از این ویدیو خودتون اومده باشه لایک و کامنت نره تا یه ویدیو دیگه. خداحافظ.